سلام، هک هستم و خوش اومدین به قسمت دوم یا پارت دوم سری هکلند و این دفعه بدون هیچ ثبت قبلی آماده اومدم. ایده ندارم که قسمت چی کار کنم. اومدم علا برکت الله ببینم چی میشه دیگه و همینجور با هم وقت بگذاریم دیگه. کار بدی که نکردم، اومدیم صحبت کنیم. عجب لنگویی دارم من. مسخره بازی به کنار، بریم که ویدیو رو شروع کنیم و حرفی نمونه دیگه. لیتس گو. پارت قبلی که من این خونه رو ساختم، البته این خونه کامل من نیست، قراره آپگریدش کنم. از خیلی از بچه‌هات مثلا قراره بعدا دقیقا اینجا رو بکنم برم پایین و چیزش کنم، چند طبقهش کنم این خونه رو. این 5 طبقه اول اصلیشه و حتی ممکن یه در مخفی هم این پشت درست کنم، پشت این تاپ درست مثلا بره تو آب و اینجور چیزا. حالا از اینه که بگذاریم. خب عجب ریختن ساختم زامبی اسپان میشه وسط روز. اوکی، فعلا میخوام برم وسایلامو آهنی کنم و دقیقه از این وظیفه کرد بار در بیام و ببینیم چی میشه. احتمالا یه کافه گلم درست کنم، یه بسیلاش که این بغل هست، یه رفیق جدید داشته باشیم میگه این بغل. این کافه گلم ها تو همین نسخه همین آپدیت جدید اومدن و خودم هم زیاد در موردش اطلاعی ندارم. ببینیم چجوریه، میارز استفاده ازشون، نمیصرفه چجوریه، کار میکنن نمیکنن. داشته قبل این که رکوردو بزنم یه بار مردم، یه جای دورم بودم، کل وسیله‌های سنگی قبلی ما از دست دادم، مجبورم دوباره برم به دست بیارم. بریم برکنده کنیم. یعنی آپدیت جدید ماینکرافت چه گلا رو خوشگل کرده. یعنی اصلا گل نیست، علفه ولی نور میده، زیباست. واقعا من این آپدیت جدید ماینکرافت خیلی دوست دارم، قشنگه. به زامبی گلاب برای مثلا عقل نداری بده دهنت سرویس قبل مرگش کوخش رو ریخت. خلاص خواستم میگم کلهم زامبی ها و اسکلتون ها و مابای بدراک خیلی قوی تر از جوان. این حتی از 300 کیلومتری این پلیر ها میزنن. خب خلاصه من برم تو قاره چی میگن دستاز خودم این مقدار ماین کنم. چیز خاصی پیدا کردم نشونتون میدم دیگه. فعلا押さえて黒きほげ黄金の奥眠る呪い孤高の笑みが自由を呼び波舞
داداش هیچ جوره به مولا ولت نمی‌کنم. خب دوستان اینجا یکم ضبط طولانی شد، اومدم خلاصه اتفاقاتی که افتاد و براتون بگم. بعد اینکه اولین دایمندمو کندم رفتم یه ذره غارو گشتم و لپیس لازولی پیدا کردم، اونو کندم و بعدش به یه سری اراذل اوباش برخوردم و شروع کردم به برگشتن دیگه. گفتم طمع نکنم ولی متاسفانه تو راه برگشت یه بار توسط زامبی، یه بارم توسط اسکلتونی که توسط اون آبشاره که دم غار بود، یعنی آب آبشاره اون دوتا زامبی اسکلتون هم آورده بود دقیقا جای من. توسط اون دوتا 2 بار مردم و بدبختی به زور وسایلم آوردم بالا و الانم که دارم هیل میکنم. آخرش هم یه سری حرفا میزنم، گوش بدیم و تموم دیگه. ادیت خاصی هم ادیت چی بریم ویدیو رو ببینیم. هم شرط میگم خداحافظ. بالاخره بعد صدها سال تلاش و نتیجه برای زنده ماندن از آن غار و 20 بار مردن، با تعدادی آهن و 1 عدد دایموند بیرون اومدم. تعدادی هم لپیس جمع کردم و در کل بیشتر از ضرر دیدم تا سود. از غار خودساختی خود بیرون آمدم و به غارهای طبیعی رو آوردم و بهش ایمان گشتم و الانم دستیار جدیدم را یه لحظه دوباره تست میکنیم و الانم دستیار همین بود، اشتباه کردم. کاپر گولم اینجوری ساخته میشد دیگه. بس یه لحظه جونم شد اسنپ شدم قدیمی کار نمیکنه. کاپر گولم چیزی اشتباه انجام دادم. همین بود دیگه. یه بلاک مس میذاشتی با بلاک کدو. حالا نمیدونم شاید مشکل از پچ چیزی، من اینو فعلا به عنوان نماد از دستیار الکیم اینجا میذارم. اسمشون چون نواسا غلام مسی مس غلام، اسمش میشه مس غلام. از این به بعد مس غلام اینجا کنار ما همیشه هست. بس این تورچم بردارم. چست رو باز کردم میکنیم رو کلش بیاد. آنتنم میده، آنتن خونم